نیسا؟ چی شده دخترم؟ چرا صبحانه نخوردی؟ هیچ چیز دلم نمیشه پدر. چتن بیخیش جایم از بین برده. از دیروز تا حالا که هیچ خبرش نیست. به زنگ ما جواب نمیده. به هر صورت نوش جانتان پدر. بله مشنوم. والا هیچ خوش نیستم. نفرت که چتن نام داره کجاست؟ 2 روز میشه که موبایل خدا جواب نمیده. ای کاروش تو کانه است. تو خو میفهمی. ما ای کارا را خوش ندارم. درست است. عاجل منتظر خبرت هستم. آقا بچه ترگوت پیوراز همراه دخترتان هم صنفی است. یک بچه داشتم تو نیست؟ بله بیادر چی کنیم؟ فعلا فقط تعقیبش کنین. ما که خبر دادم باز اقدام کنین. اطاعت باش آقا. شما هنوز جوان هستین. حال ای را نمیفهمین. اما خانواده است که انسان راحت میسازه. زندگی را وقت درک میکنی که پیر شوی. او وقت آیسته آیسته نزدیکا و قارب خود از دست میتی بچه. درست مثل درختی که در خزان برگایش میریزه. هر سال پیرتر و پشمرده تر شده میری. کم دگام ناتوان میشی بچه. زندگی بسیار کوتاست. بسیار زود به خودتان دوستای خوب پیدا میکنین. بسیار زود اونا را از خود میسازین. دوستا زود خفه میشن. یک دوستتان بسیار زیاد دوست میداشته باشین. یک بار میبینین که با یک گپ بسیار خورد با هم دشمن میشین. اما هیچ کس مثل بیادر براتان شده نمیتونه. جای هر چیز دیگه بالاخره به یک شکل پر میشه اولادا. اما جای بیادره کس پر ساخته نمیتونه. ترگوت ببینین. به کسی چیزی نمیگه اما از وقتی که بیادر خود از دست داده همیشه یک بخش زندگی شامل غم و پریشانی است. همیشه جگرخون می باشه. بله از خدایی کارا رو نکنین. در بین رابطه و محبت بیادریتان هیچ کس جای نتین لطفاً. حال روزای آخر عمرم است. در پس پیری مرا جگرخون نسازین. اگه کمی آن بالای شما حق داشته باشم باز همراهیم وعده کنین که خصومت و دشمنی را به پایان میرسانین. دوباره با هم مثل بیادرها می باشین. وعده کنین. گفتم وعده کنین که دیگه به یک دیگه خود بدی نمیرسانین لطفاً اولادا. انشالله که آسیا مادر اولادای ما آشتی میندازه. خداوند لطفاً قلبشان را نرم بساز. خب دیگه وعده نمی کنین؟ وعده میکنم مادر کلان. قدرت؟ وعده است. آفرین. شما را ما پرورش دادیم. میفهمیدم که گپ مرا قبول میکنین اولادا. دیگه نمیخوایم که شما را در حالت جنگ ببینم. نوش جانتان. نوش جانتان.
عزیزم، شاید متوجه شده باشی که آسیا مادر به خاطر موضوع اولادا بسیار قهر شده. به خاطر حل ساختن این مشکل هر کاری که از دستش بیه انجام میده. اما تا وقتی که چتن در خانه باشه هیچ چیز خوب نمیشه. ما برات گفته باشم. بیبی زهر، اگه کمی هم از خداوند میترسی باز وجدانن گپ بزن. چتن آرام بان. در خانه هر مشکلی که پیش میاد سر چتن مندازی. کمی بچه خدا مقصر فکر کو. یعنی که تنها قدرت مقصر است؟ او دختر چی؟ او هیچ گناهی نداره. وقتی که قدرت نخواهی او هیچ کار نمیتونه. معلوم میشه که بچه ما را فریب داده. فکر میکنی که چتنی را نمیفهمه؟ چرا بجایی که از دختر حساب بگیره از قدرت میگیره؟ گوش کو چتو، ایره هیچ وقت فراموش نکنی. تو هیچ وقت بیادر من نیستی، بلکه دشمنم خود بودی. به خاطر که مادر کلانم خفه نشد چیزی نگفتم. ها راستی، هر چیزی که از تو باشه ازت میگیرم. دیدینه حتی او دوست دخترته ازت گرفتم و هیچ چیزی کده نتونستی. شت، وعده ای که به مادر کلان دادی فراموش نکن. فکر کو حق با جونه بستی. فکر کو قدرت واقعا عاشق او دختر شده. آدم یک دفعه فکر میکنه دوست دختر قبلی بچه کاکای خوده او چطور به خانه آوردم بهتون از زاهل. من یه طور خوب نمیبینم. آی چتن، اگه تو را از این خانه بیرون نکنم زحل نباشم. اول تو را بعدشم خواهرایته. وقتی که شما نباشین باز چنارم اینجا نمی باشه. خدایا کمکم کن. خواهش میکنم کمکم کن. خاله عایشه، ده اینجا چی میکنی؟ هوای تازه میگرفتم. متوجه باش که بسیار خنک است. کاری که با من کردی هیچ درست نبود قدرت. تو بزرگترین اشتباه انجام دادی. تو دمت و همه چیز از من گرفتی. حالا من جانتا میگیرم که بیازه به تو ارزش نداره. حالا شب بس شوه. فکر کردم اگر قدرت از بین ببرم راحت میشم. من چی کنم خاله عایشه؟ هیچ نمیفهمم چطور آتش قلب من خاموش بسازم. انسان فکر میکنه که با هر دردی که برش میرسه از بین میره. امروز یک درد میبینی
میگه که دیگه تحمل ندارم و حتما میمیرم. میگه که دیگه چیز نخواد دیدم و دیگه گپ زدن نخواد تانستم. دیگه نمیخورم و نمینوشم، اما به مرور زمان همه چیز خوب میشه. البته که همه چیزش خوب نمیشه. اگر مثل اول نشه اما بازم کمی خوب میشه. به چشمایی که میگی سر نمیکنی خود دیدی. به چشمایی که گپ زدن نمیتونی گپ میزنی. یک بار میبینی که گوش نشدی، یک بار میبینی که خوابت گرفته. زندگی در گذر است. دردای خدا کم ساخته به زندگی ادامه میدی. با مرور زمان دردم مداوم میشه. به شما مقدار ضرر رساندن خواهی شد. بله ضرر رساندم بچه. به تنهایی یاد گرفتیم که چه قسم مقابله کنم. فکر میکنی کدام کسی است که هیچ درد ندیده باشه؟ کجا هستی بچه؟ قدرت؟ بچه‌م تو کجا بودی؟ رفتم که یکم هوای تازه بگیرم. با کی زنگ میزنی؟ طرف ما ببین. نه که با او دختر زنگ میزنی. مادر، حالا به زنگ زدن من غرض میگیری چی شده؟ بچه گوش کن. میخوایم متوجه تو باشم. جوان استی، مقبول استی، شکر خدا پول داری و ثروتم داری. تو کی استی و او دختره بیبی که کی است؟ یک دفعه فکر کن. مادر بس است دیگه. لطفاً مادر جان دیگه در کارهای من غرض نگیر. خودم میفهمم که زندگی خدا چه قسم پیش ببره. آی قدرت های پدرت چیز گفته نمیتونم اما حق به جانب است. تو قصد قسم میکنی. نمیفهمم که چرا امرای چتنه صدت میکنی. شما بگوین حالا چطوری دامن خود دادم خاله شد؟ چطوری درد تحمل کنم؟ فکر کن که مدنت ندیده. هر چیزی که از او بود رو ندیده بگیرم اما قدرت چطور میشه ها؟ هر بار که رو میبینم و صدایشو میشنوم قلب ما آتش میگیرم. چطور میتونه میره تحمل کنم؟ باید صبر کنی بچه. سر قهر و غضب خود حاکم باش و مانع بدی ها شو. هر بار که قدرت دیدی ایره به یادت بیار که او انسان است. از خطا و اشتباه هیچ وقت خالی نیست. این کار به خاطر جگر خون ساختن من کردم. میدونید کسی دیگر انتخاب کنم و بعضی به مدنیت انتخاب. چیزایی که تو داری اونو داره. از این خاطر کارا کن بچه. وقت انسان کم بودی خود در وجود کسی دیگه میبینه حسود میشه. قدرت در بین شما تنها کلان شده. متوجه هستی؟ یعنی او هم میخواه چیزایی که تو داری او هم داشته باشه. لطفاً به من بگو خواهش. من چی دارم؟ نه پدر دارم، نه مادر، نه پول دارم، حتی من یک وظیفه خوب ندارم. خواهر کلان داری. خواهر خود داری. یک صمیمیت بینتان است بچه. تو این همه را کم فکر میکنی ها؟ قدرت به بین شما تنها کلان شده بچه. کم است که قدرت شما حق به جانب ثابت کنید. قدرت اشتباه کردم.
او هم بسیار اشتباه بزرگ کردم. اگر تو هم میخوای اشتباه را تکرار کنی باز هیچ وقت موفق نمیشی بچه. اگر همگی بخواه بدی کنه باز تمام دنیا از بدی ها پر میشه. اما تو مثل اونا نباش بچه. هر باری که ضرر دیدی با اونا نزدیک باش، با نزدیکات باش. تو وقتی که کاملا راحت نشدی گپ بزن، گوش کنی کنم دیونگی نکنی. تمام زخمات خوب میشه اما پشیمانیش باقی میمانه بچه. میشه مرا چند دقیقه تنها بنیم لطفا؟ باید کمی تنها باشم. درست است چطور دوباره تو چیز فکر کن. خب اگر کی نبگیری چی به دست میاری؟ و اگر کی نداشته باشی چی چیزا را از دست میدی؟ منتظر تصمیم درست هستم. من میرم همراه دمت داد میزنم. خدا را شکر که امروز خوب هستین. خدا را شکر. بسیار میترسیدم که تو را چیزی نشه. یعنی به خاطر شما ترسیدم. به نظر من دیگه ای ما و شما را بانیم خانم اسما. نظرت چی هست ها؟ هنوزم قبول کردن نمیتونم که به شما، یعنی میتونه به شما ضرر برسانه. فهمیدم میخوای بگویی که کی همراه ما مشکل داشته میتونه ها؟ بله، باید بفهمم که کار کی امرایتان کرده. کاش که میفهمیدم. عقلم قبول نمیکنم و فکر میکردم که هیچ دشمنی ندارم، اما معلوم میشه که قسم نبوده. اما تشویش نکنین، بالاخره معلوم میشه که کار کی بوده. خدا را هزار بار شکر که خوب هستی. زنده باشی خانم اسما. تو هم به زحمت شدی. خواهش میکنم چیزی میخواین براتون بیارم؟ میخوای کتاب بخونم برات؟ این وقت که نمیتونم اسما جان، زیاد خوش میشه. خب دیگه شروع میکنی. درست است نمیشه. خیرات باشه انشالله. خواهر جانم خوش آمدی. داخل بیاد که سلسات باشه جانم. آمدن خانم چنار. لوبیا را چیندم اما میرم که دیگه سر گاز بانم. دمت چند دقیقه باش دخترم، میخوام امروز گپ بزنم. خیرت باشه انشالله. نکه کدام اشتباه کرده ای دختر؟ خواهر اگه اجازت باشه میخوایم ترا با هم گپ بزنم. خب درست است. ایره بر بده. من براتان قهوه آماده میکنم. بیا دخترم چند دقیقه اینجا بشینیم. دمت دخترم من سرت قهر نیستم. در جوانی هر چیز امکان داره، اما چیزی که مهم است این است که همیشه متوجه اشتباه. شما مرا گناهکار فکر میکنین؟ هیچ باورم نمیشه خاله عایشه. ما خود کدام چیزی برات نگفتیم. اینجا به خاطر مقصر گفتن تو نه،
بلکه آمدیم ازت کمک بخوایم. ساختنشان کار خوب است. ما کار اشتباهی انجام ندادیم. وقتی همراه چتن معرفی شدم قدرت خبرم نداشت. اما بعدا خوب فهمیدی دختره. فهمیدی که قدرت بیادر چتن، فهمیدی که بچه های کاکا هستن. بعد از چتن هیچ کس حق نداره در زندگیم بیایه خاله. من حق ندارم کسی را دوست داشته باشم. دمت تو فهمیدی که من میخواهم چی برات بگویم. منظورتان این است که از قدرت منصرف شوم هموتون نیست؟ شما این رزم خواسته نمیتونین. من به هیچ کسی حق نمیتم. توبه توبه. چنارم روی دمت چی کار داره ها؟ اینا درباره چی گپ خواد زدن؟ حتما بازا می دختر کدام کار کرده؟ نمیشه دختریم. این قسم دو بیادره دشمن ساخته نمیتونی. عاقبت ای کار هیچ خوب نیست، متوجه باش. ببینین ای که اونا بچه های کاکاستن گناه من نیست. البته که گناهی تو نیست، اما اگر به این رابطه ادامه بدی اشتباه میکنی. او هم بسیار یک اشتباه بزرگ. دیروز چتن و قدرت همدیگر به چشم دشمن میدیدن. دخترم می کار گناه داره. اونا مثل بیدر هستن. لطفا در بین اونا هم مداخله نکن. از قدرت منصرف شو. ما از چتن جدا شدیم خاله عایشه. حالی هم همراه قدرت هستم. اگه با هم دشمن میشن باز این مشکل خودشان است. دمت چیز را که شنیدم راست است. تو چی کردی دخترا؟ خواهر آرام باشد قید شوم. ما با هم گپ زدیم. اما باور کنین گناه من نیست. به خدا قسم گناه من نیست. البته که اشتباهی خودم میفهمیدی. از این خاطر دی چند ساعته نمیکشیدی. من میگفتم که تو چرا عاجز شدی دختر؟ خواهر درست است، آرام باش. بسیار برات شرم است. محترم قسم کلان کردیم دختر. خواهر بیبی، ما بسیار جگرخون هستم، اما با این کار چیزی حل نمیشه. بیا که با آرامی گپ بزنیم. خواهر چی میگی ها؟ تو گپ بزنیم خواهر جانم. من چطور طرفت ببینم ها؟ خواهر تو خود کدام کاری نکردی. البته که اشتباهی مام است. اگر نه دختر قسم نمی بود. من در فکر سیر کردن شکم ای بودم و ای در قصه ای کارا بودم. در اینجا اشتباهی مام است خواهر جانم. فهمیدی؟ کسی هیچ اشتباهی نکرده اما ما و قدرت یک دیگه خود دوست داریم. من از کجا میفهمیدم که قسم میشه؟ باید میفهمیدی که در کجا پایی بودم. یکی بیرون بریم لطفا. خواهر بلیاز خدا آرام باش. زنه باید دعا کنی فهمیدی لوده. خواهر درست است، بیا. یک دقیقه بان که لطی کپ کنم تا عقل سرش بیه. درست است خواهر، یک بیعقلی کده. با این کار هیچ چیزی حل نمیشه. حالا بیا که بشینیم. نباید خود جگرخون بسازی. تو چرا از اول همه گپاره برای من نگفتی چنار جان؟ او رو آدم حساب میکنی که امرش گپ میزنی؟ میفهمم که امرش چی کنم. لط کردن رای حل نیست خواهر. باید با هم دسته یکی کده این موضوع را حل کنیم. من تو را چی بگویم دختر جان؟ گفت که از قدرت منصرف نمیشه و می قسم گفت. حالا من چی خواد کردم؟ نمیفهمم خواهر جان. او خود تمام خانواده ما را تباه میکنه. انسان ها می قسم قاتل هم میشن خواهر. خدا نکنه خواهر جان. بان که یک دفعه آرام شد باز با خوبی امراش گپ میزنیم. جوان است دیگه. کسی را که دوست داره به قدر آسانی الاش نمیکنه. دوست داشتن سرش بخور. خودش رسوا بود حال مرا هم رسوا ساخت.
قدرت اشتباه کرده. او هم بسیار یک اشتباه بزرگ کرده. اگه تو هم میخوای اون اشتباه را تکرار کنی باز هیچ وقت موفق نمیشی بچه. اگه همگی به خاطر اونا نباش بچه. فکر کن، خوب فکر کن. اگه کینه بگیری چی به دست میاری؟ اگه کینه داشته باشی چی چیزا را از دست میدی؟ ما منتظر تصمیم درستی هستم. فکر کنم خالای شهق با جانب است. باز بین بردن قدرت چیز به دستم نمیاد. حتی ارزش نداره که به خاطر او احمق به زندان برم. اما هیچ وقت نمیتونم همراه او در یک خانه زندگی کنم. نه خیر نمیتونم در اونجا باشم. هیچ چاره ای ندارم. ما باید از اینجا برم. اگر نه هیچ وقت قلبم آروم نمیشه. خواهر جانم، من نمیفهمم که برای چی بگویم. ازت معذرت میخوایم. با پایت مفتم چی کنم دیگه؟ تو بگو دختر. آی خواهر تو هیچ گناهی نداری. لطفا قسم نگو. گناهیم از خواهر جان. او دخترم ما تربیه کردیم. حتما دیام مقصر مستم که دختر قسم شده. اما نمیفهمم که در کجا اشتباه کردیم. در کجا و چه قسم اشتباه کردیم نمیفهمم. ما هرچی بگوییم بیفایده از خواهر. در جوانی همه قسم میشه. باید اونا را کمی درک کنیم. نه خیر خواهر جان، نه خیر. گناهی که قصدن انجام میدیم ربطی به جهالت نداره. یا رسما ظلم میگن، فهمیدی؟ آدم باید بفهمه که چی میکنه و چی نمیکنه. تو سردمت قهر هستی، اما گناه اصلی از قدرت است. به خاطر که چطور قهر بسازه ای کار میکنه. میفهمید که آخرش قسم میشه. خوب، حالا چی خود شد؟ دو بیادر به خاطر یک دختر دشمن یک دیگه خود شدن؟ هر کاری که لازم باشه انجام میدم. تو هم دعا کن خواهر جان که از این مصیبت خلاص شویم. من تحمل دیدن ایره ندارم که اولادم یکی دیگه خود از بین ببرن. عمر چطور از بیادر؟ دیشب خوب معلوم نمیشد، اما امروز که گپ زدم خوب بود. خدا را شکر بیادر. حالا دیگه ناوقت نکو، بخیز به شفاخانه برو. من متوجه اینجا می باشم. به شفاخانه میرم، اما وقتی که بچه مده و حالت میبینم باز سرم از شرم بالا کده نمیتونم ندیم. با آن دیگه بیادر خدا قدر شکنجه نکو. حالا دیگه کم خندام کو. چطور بخندم ندیم؟ با وجودی همه گناه های بزرگی که انجام دادیم چی رقم بخندم؟ اگه عمرم از بین میرفت، اگه بالای از ما کدام بلایی می آمد، باز مسئولی همه می بودم. ظلمه که همراه خانم چنار کدم بس نبود که حال برش درد دوری اولادام می دادم. حق با توز بیادر، اما حال خوش شده. حتی امکان نداره که حقیقت با کسی بگویی. و مجبور هستی که غم و گناه تا در قلب خود جای داده به زندگیت ادامه بدی. بسیار سخت است ندیم. وقتی که مسئول کارایت باشی و قسم رویه کنی گویا که هیچ چیز نکده باشی بسیار سخت است ندیم. خب چی خواد کردی؟
فکر کو که همه جزای گناه های تو، اما به خاطر خودتو به خاطر عمر همه چیز فراموش کن. خوش آمدی بچه. خیرت باشه بچه. تو چرا اینجا آمدی؟ نکی میخوایی دمتا؟ خیر چیز قابل تشویش نیست خاله عایشه. به خاطر مشکل جور کردن هم نامدیم. بیازه همراه دم دیگر هیچ گپه ندارم. آمدیم که همراه شما گپ بزنم. حالا خوب شدی بچه؟ خدا خوب احساس میکنی؟ ما درباره گپایتان بسیار زیاد فکر کردم خاله عایشه و یک تصمیم گرفتم. فکر کردم که اول باید به شما بگویم چون شما زیاد بر من مهم هستید. نه که تصمیم گرفتی که قدرت ببخشی. آشتی میکنین همه تا نیست به همین خاطر آمدی؟ در خیر خاله عایشه. تا امروز هر اشتباهی که شده نادیده گرفتم، اما این بار نمیبخشمش. دیگر نمیتونم همراه قدرت یک جای زندگی کنم. من از اینجا میرم خاله عایشه. لوازم خدا جمع کرده اینجا را ترک میکنم. چی؟ کجا میری بچه؟ از کسایی که برم درد میده بسیار دور میرم. از شهری که برم درد و رنج میده بسیار زیاد دور میرم. تو چی میگی بچه؟ چطور بتانی خانوادت هلاک کرده از اینجا بری؟ یگانه راه نجات من از خاله عایشه. دیگه کدام چاری ندارم. باید یک کشور دیگه برم و یک زندگی جدید آغاز کنم. تا وقتی که به اینجا باشم کینی قلبم هم مره. هم دیگر را از بین خود برد. ببین که بچه به چه حالت رسندی دختر. ببین که چطور جگر خون ساختی. ببین کم انصاف کن. باور کنین من گناهکار نیستم ماما. فکر میکنین با دیدن حالت چتن من خوش میشم ها؟ من نمیخواستم که قسم شوه. اگه نمیخوای که چتن جگر خون ببینی بازم یاله به قدرت زنگ بزن. برش بگو که او را نمیخوای دیگر نمیبینیش. گرچه نمیفهمم که بعد از این رابطه دم چطور خود شده اما بازم نه خیر. نه به خاطر چتن از قدرت جدا می شما نه به خاطر کس دیگه. این کسا رو من زیادتر خراب کنی. اخلاق و ادب و وجدان تو همی از دختر ها. وقتی یک انسان جگر خون بسازی باز تو هم انسان شمرده نمیشی. ارزش حیرت داره که تو بیادر دشمن بسازی. ما و قدرت یک تکی خود دوست داریم. هیچ کسی امانی ما شدن نمیتونه فهمیدین؟ خوب گوش کن. راهی که میری به ترکستان میره دختر. برات گفته باشم. بالاخره تو تبا خود شدی فهمیدی؟ نمیفهمم که باید چی بگویم. خداوند تو را اصلاح کنه. اما شما چی میکنین؟ بعد از این موبایلم دست گرفتن نمیتونی. تا وقت کوشیر نشدی و از بچه جدا نشدی از خانه بیرون رفتن نمیتونی. اوف اوف
بازم من گناهکار شمرده شدم. چرا کسی نمیفهمم من هیچ کار اشتباهی انجام ندادیم. خواهش میکنم نرو بچه. اگه به خاطر من نمی باشی به خاطر خواهرایت باش. اونا را در اینجا تنها مانده نرو لطفا. با ما مسا نیست خاله عایشه. شما بهتر میفهمید که سر ما چی آمد، چی بلای بزرگ سرم اومد. میفهمم میخوایی کسایی که بر درد داده ازشون فرار کنی، اما با مرور زمان همه چیز خوب خود شد. لطفا این کار نکن. تا وقتی که قدرت باشه از این کار خود دست نمیکشم. لطفا مرا درک کنین خاله عایشه. ای به خوبی همونست. خدا حافظ خاله عایشه. چرا گریه میکنی جان؟ نکی چطور برای چیزی گفته ها؟ گفت که میره خواهر. این شهر را ترک میکنه و میره. من مرگ قبول کردم تا یک روز به اولادای خود برسم، اما اون میگه که میره. مرا تنها مونده میره. چنار خواهر جانم، حالا دیگه بخیز. حالا تو با خود وعده نکرده بودی که به اولادایت مادری میکنی و همیشه میخوای بالای سرشان باشی ها؟ بگو برام ترا چی شده که قسم گریه میکنی؟ تو باید وظیفه مادری تا انجام بدی، خانواده تا یک جا بساز. فهمیدی؟ برو امرای چتن گپ بزن. حالا برو امرایش گپ بزن. برو قانه بساز. حق با توست خواهر. حالا که به اولادم رسیدیم اجازه نمیتونم از پیشم دور برن خواهر جان. از هیچ کدامشون جدا نمیشم. آفرین خواهر جان من. خداوند انشالله کمک کنه. حالا دیگه برو چتن قانه بساز.